خودتو جدا نکن. بچه ها رکن اول اینه که خودتو آدم حساب کن. وقتی تو این دنیایی یعنی نقش داری. نگو آقا ما را چه به این حرفا، پس برای چه اصلا به دنیا اومدی؟ تو اصلا برای همین حرفا به دنیا اومدی. این شیطون نامرد تو رو متواضع الکی بار میاره، میگه حاج آقا نه ما همین که بریم بهشت کافیه برای ما. عزیز من، امام زمان کار داره باهات. آخه من این که این همه گناه کردم، بابا ولمون کن. کربلا مگه چند تا آدم حسابی اومده بودن؟ تو رو خدا وقتی از خونه راه افتاد یه صدایی شنید که تو داری میری به سمت سعادت و بهشت، خودش به خودش خندید، گفت نگاه کن من چی میشنوم، اصلا توهم زدم. بچه‌ها یه وقتی به دلت اومد هوسش که به درد امام زمان بخوری، نگو توهم زدم. نزار گناه نابود کنه امیدتو.